آقای محتشم پله پله اومده بالا تا شده نماینده روزنامه اطلاعات در پله پله. یعنی خبرنگار بوده، خبرنگار اطلاعات و جوانان بودن، توضیح کننده بودن. سال 53 و 54 توضیح کننده بودم، درسم می‌خوندم شب. من این قسمت توضیح کنندگی آقای محتشم نمیدونستم. وقتی میگن توضیح میکنم یعنی رو دوچرخه سوار میکردن، بله، و میبردن مثلا به دست مغازه ها و مشترکین بدن. ما بزرگانی مثل حضرت عالی تو هر شهری واقعا مایه برکت اون شهر، مایه افتخار اون شهر. یکی از تجربه‌هایی که به یکی از معروف چیزهایی که باید از امثال آقای محتشمی ما فرا بگیریم، یاد بگیریم، اینه که سلسله مراتب امر رو در حرفه خبرنگاری طی کردن تا به نقطه‌ای رسیدن که الان قرار دارن. یک باره به تعبیری احساس نکردن که مثلا خبرنگارم، مثلا من گوشی دستم گرفتم چون دو تا مثلا پست و استودیو کانال تلویزیون شدم خبرنگار، چون مثلا 500 نفر من دیدن شدم خبرنگار. نه، اسناد و آثار و محتواهایی که از سبزوار در روزنامه اطلاعات چاپ شده یا اسناد مالی و اسناد اداری بوده تقریبا چیزی قریب به 8-9 تا زمکن پره، یعنی موزه بشه، آرشیو شده. یعنی ظرفیت واقعا هر برگ اونهای حاتمی ظرفیت این که به تعبیر یه سند تاریخی باشه رو داره. چون اسناد تاریخی مگه چه هستن؟ اسناد تاریخی همین گزارش ها و همین به تعبیری روایت های خرد و کلانیه که یه نکته خیلی کوچیکی رو بگم. تقریبا اولین دوربینی که توی دوره بعد انقلاب به یه دفتر داده میشه دوربین عکاسیه که به دفتر سبزوار داده میشه. همین دوربین عکاسی که وارد اینجا میشه باعث میشه که کلی عکس از ابنیه و مکانهای مختلف این شهر گرفته بشه که عکس‌ها الان تقریبا یه تعدادیش الحمدلله حفظ شده و وجود داره. خب این نشون میده که این ظرفیت وجود داره. آقای قاریزاده، آقای خلیلزاده، آقای جوادی، آقای ناصری و آقای محتشمی نمایندگان روزنامه اطلاعات بودن در شهر سبزوار. از سال 53 و 54 ما روزنامه را شروع کردیم به خدمت کردن در روزنامه و همونجور که فرمودن با دوچرخه و موتوربازی روزنامه رو توزیع می‌کردیم. شبانه هم درس خوندیم. از اون زمان تا الان که در خدمت شما هستیم و به هر طریقی که توانی داشتم به هر طریقی کار کردم. حالا مثلا شاید در حدود 30-40 سال کار کردم، حالا چی غیر مستقیم چی مستقیم. و در مدتی که خبرنگار بودم تا جایی که تونستم نخواستم که خدای نکرده خبرایی رو واسه ابزار بفرستم که باعث آبروریزی ابزار باشه. گفتم چیزایی رو بفرستیم که باعث آبرومندی بشه. کاری خلاف من چند تا معتاد گرفتم، چند تا تریاک گرفتم، چند تا من در روز چیکار کردم. اینا رو ما تا جایی میتونستیم جور دیگه عنوان می‌کردیم. جور دیگه این آبری سبزوار شهر است که واقعا از شهر بزرگی است که در کل در اسم سبزوار برده میشه. حالا ما می‌بینیم که اینجا چند تا معتاد داشت، چند تا دوز داشت، چند تا چی داشت. تا جایی که تونستم این کارا رو خوبیان گفتیم، از بزرگان شهر گفتیم، از دانشمندان شهر گفتیم، از شهر تاریخی این شهر گفتیم. شهر تاریخی است. با این حال ما تا اونجایی که تونستیم کار ما رو انجام بدیم و نتونستیم. از این لحظه هم به بعد افراد بده، همکارای عزیز بده، دوستان عزیز انشاءالله موفق باشن. اگه کار این باز از دست ما ساخته در خدمت جای تقدیر ایشون حضرت عالی بابت سالها تلاشتون، بابت سالها مجاهدتون، بابت سالها توجهتون به هویت شهر سبزوار. اصحاب رسانه قطعا با قلمشو کار انجام میدن. ما خب شعر میکنه که تو توانی به جهان خدمت محتاجان کن، به دم یا درم یا قلمی یا قلم. شما با قلم تو کاری کردی که با این ماندگار است، یک چیز ماندگار است. مانند ما آیندگان ما قطعا میخوایم ببینیم دستخطای شما رو یا داشتای شما رو و یا عقبی شما رو ببینیم یا این توصیه من قطعا نسل برمیگرده. ما ممنونتیم. خدا ممنونات کنید که ممنونات نام شما خدا که ممنونات یاد باشید.
نامه بهشون میگید و یاد بود دیگه نامه